سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان و همراهان گرامی. من حمیدرضا راموز هستم. در واقع در این قسمت با یه مثال کلی و خیلی قشنگ از انتقال جرم در خدمتتون هستم. امیدوارم که به خوبی بهش دقت کنید و در حل سوالا بتونید ازش استفاده کنید. گفته فرض کنید واکنش گازی بسیار سریع برگشت ناپذیر 2A تولید میکنه CB روی سطح یک کاتالیست هیدروژن رخ دهد. اگر انتقال جرم فقط در جهت Z صورت پذیرد و غلظت در توده گاز وای آصف باشد، با استفاده از رابطه بیلان جرم و با در نظر گرفتن شرایط مرزی تغییرات غلظت را در لایه انتقال جرم به دست آورید. برای این واکنش رابطه میان FG و KC رو به دست بیارید. ببینید من اول میخوام غلظت رو به دست بیارم. اول مسئله رو با هم بررسی کنیم ببینیم چی خواسته از ما. ببینید این رو اگر در واقع سطح کاتالیست در نظر بگیرم، این کاتالیست در نظر بگیرم، در واقع اینجا آ دارم با غلظت، در واقع این رو من توده در نظر میگیرم. آ دارم با غلظت وای آصف که جهت المان Z رو باید مشخص کنم. این جهت Z رو من به این فرم میگیرم و ضخامت لایه انتقال جرم رو سیگما در نظر میگیرم. این هم میشه ضخامت لایه انتقال جرم. سیگما در نظر میگیرم. در واقع آ نفوذ میکنه روی سطح کاتالیست و روی کاتالیست واکنش بسیار سریع 2A تولید میکنه، CB تولید میشه. پس به راحتی میفهمم که غلظت آ روی سطح کاتالیست صفر. و حالا شرایط مرزی رو بخوام بنویسم، خب میگیم در واقع Z برابر با صفر. ببینید جهت المان دقت کنید، اینجا Z برابر با صفر میشه. میگیم چی؟ میگیم در واقع کسر مولی آ برابر میشه با وای آ صفر و در Z مساویه با سیگما که در واقع ضخامت لایه انتقال جرم، یعنی تو این نقطه است وای آ برابر با صفر میشه و اینو وای آ 1 میذارم، اینو وای آ 2 میذارم. خب این که از شرایط مرزی به راحتی نوشتمش، اما من میخوام غلظت رو محاسبه کنم. ببینید زمانی که میگه غلظت رو در توده گاز در نظر بگیرید، توده کدوم قسمت میشه؟ من توده رو براتون مشخص کنم. اینا بسیار مسائل سهل الممتنعی هستن که اگه بهش دقت نشه در واقع گیر میکنید آخرش. ببینید توده این قسمتیه که من مشخص میکنم بین کاتالیست و در واقع اون توده‌ای که وجود داره، یعنی این ضخامت لایه انتقال جرم میشه در واقع همین لایه انتقال جرم میشه، این لایه سبز رنگ. من میخوام توزیع غلظت رو بر حسب Z در این لایه حساب کنم بین توده و بین کاتالیست. هدفم اینه. اول اومدم شرایط مرزی رو وارد کردم و بعدش میام در واقع یک المان میگیرم. اما المان رو به چه فرمی میگیریم؟ در در واقع چون گفته در جهت Z و یک بعدی داریم میشه مختصات کارتزیان. در واقع من رنگش رو تغییر بدم، اینو باز زرد بشه. ببینید من میخوام المانم رو در واقع بگیرم. ببینید این رو اگر من DZ در نظر بگیرم، یک المانی به ضخامت DZ، ببینید NA در نقطه Z داره وارد میشه و NA در نقطه Z به اضافه DZ داره خارج میشه. در این لایه انتقال جرم هیچ واکنشی صورت نمیگیره. حواستون باشه گفته واکنش وجود داره، واکنش روی سطح این کاتالیسته، این قسمت وجود داره. در توده گاز من واکنشی در واقع ندارم، پس به راحتی متوجه میشم که اینجا واکنشی ندارم. این نکات سهل الممتنعی هست که باید بهش دقت بشه. خب میام رابطه در واقع حالا انتقال جرم رو مینویسم. ببینید من میگم تجمع جرم
برابر میشه با ورودی منهای خروجی به اضافه تولید منهای مصرف. این رابطه کلی بیلان جرم. اما فرضیاتی که به کار میبرم، ببینید اولین فرضی که به کار میبرم، همیشه لازم نیست برای حل مسائل فرضیاتتون رو از اول ردیف کنید، مگه اینکه مسئله رو حل کرده باشید و بدونید فرضیاتی که در درجه اول براتون در واقع با مسئله مواجه شدید رو وارد میکنید و در حین مسئله شاید فرضیاتی لازم باشه انجام بدید، میایید و در این قسمت مینویسید. من فرضیاتی که اینجا لازم دارم در واقع اینه: یک می‌نویسم شرایطم پایاست و دومین فرضی که میگیرم تولید و مصرف انرژی، تولید و مصرف جرم که همون واکنش شیمیایی میشه ندارم. تا اینجا اینا رو نوشتم. اما خب من این مسئله رو حل کردم و میدونم چه فرضیات دیگه ای لازمه. میگم که در واقع ضریب نفوذ ثابت است، یعنی با تغییرات Z تغییر نمیکنه و همچنین غلظت کل رو هم ثابت در نظر میگیرم. یعنی با Z در واقع غلظت در همه این لایه انتقال جرم غلظت کل ثابته، غلظت آ نه، غلظت کل، چون اینجا توی این لایه انتقال جرم من هم آ دارم و هم بی، ولی غلظت کلش ثابته. خب با استفاده از این فرضیات من تجمع جرمم صفر، تولید و مصرف هم ندارم. پس میتونم بنویسم ورودی منهای خروجی برابر با صفر. اما ورودی چیه؟ میشه NA در واقع در Z منهای NA در Z به اضافه DZ مساوی صفر. طرفین رو یه تقسیم بر DZ کنید به تعریف مشتق میرسید که در واقع میشه منفی اینجا DZ NA در Z به اضافه DZ منهای NA در Z برابر با صفر. خب این تعریف مشتقه، پس من میتونم بنویسم منفی DNA به DZ مساوی صفر، در نتیجه DNA به DZ مساوی صفر. این خیلی چیز مهمیه. ببینید مشتق عدد 3 نسبت به x میشه چند؟ صفر. یعنی D3 در واقع به DX مساوی صفر. چرا؟ چون 3 عدد ثابتی و همین راحتی NA هم مقدارش ثابته. در مختصات کارتزیان در جهت Z در واقع یه بعدی داریم، در نتیجه میتونم بنویسم NA مساوی کانستنت، یعنی NA با Z داره تغییری نمیکنه، مقدارش ثابته. ولی از این تعریف استفاده میکنم برای اینکه غلظت رو به دست بیاریم، ولی غلظت من از این نقطه تا این نقطه داره تغییر میکنه و در واقع گفتیم که NA هم برابر میشه با در واقع JA که این میشه نفوذ، انتقال جرم ناشی از نفوذ، به اضافه YA زیگما N I که این میشه ناشی از جابجایی یا حرکت توده‌ای، انتقال جرم ناشی از جابجایی، انتقال جرم ناشی از نفوذ. در واقع در واکنشمون میدونیم 2A تولید میکنه 3B که من اینا رو میرم سراغ اسلاید بعد مینویسم. اما بریم سراغ اسلاید بعد. خب من واکنشم بوده 2A تولید میکنه 3B و همچنین که به دست آوردم DNA به DZ هم برابر با صفر. این رابطه رو به دست آوردم، شرایط مرزی رو هم به دست آوردم و همچنین گفتم NA برابر میشه با JA به اضافه YA زیگما N I و میدونم زیگما N I هم میشه NA به اضافه NB. پس یه رابطه بین NA و NB باید پیدا کنم. با توجه به واکنش شما میتونید بنویسید NA تقسیم بر 2 برابر میشه با NB تقسیم بر منفی 3. پس به راحتی از اینجا میفهمید NB برابر میشه با منفی 3 دوم NA. پس زیگما NI برابر میشه با NA منهای 3 دوم NA که برابر میشه با منفی 1 دوم NA. خب این رابطه رو هم که به راحتی اثبات کردیم. اما نفوذ چیه؟ نفوذ در واقع میشه DAB منفی DAB DCA به DZ که در واقع CA به DZ در واقع CA هم برابر میشه با غلظت کل که با CT نشونش میدم ضرب در YA.
یکی از فرضیاتی که گرفتم گفتم غریزت کل ثابته. چرا؟ به این دلیل چون من میتونم بنویسم جا برابر میشه با منفی دی ای بی دی سی توتال در وای آ به دی زد. خب غریزت کل رو من ثابت در نظر گرفتم، پس میتونه از مشتق بیاد بیرون که میشه منفی دی ای بی در واقع سی توتال دی وای آ به دی زد. پس جی آ رو هم نوشتم، پس به راحتی میتونم بنویسم ان آ برابر میشه با منفی دی ای بی در واقع سی توتال دی وای آ به دی زد منهای در واقع سیگما ان آی شده منفی یک دوم ان آ وای آ ضرب در یک دوم ان آ. خب ان آ رو میارم سمت چپ و ساده سازی ها رو انجام میدم، پس میشه ان آ در یک به اضافه یک دوم وای آ، این علامتش منفیه بیاد سمت چپ میشه مثبت، برابر میشه با منفی دی ای بی سی توتال در دی وای آ به دی زد. خب پس ان آ رو میتونم اینجا به این فرم محاسبه کنم، میشه منفی دی ای بی سی توتال تقسیم بر یک به اضافه یک دوم وای آ دی وای آ به دی زد. ببینید به راحتی تونستم در واقع ان آ رو به این فرم تعریف کنم. حالا چون قسمت الفین فعلا میخوایم غریزت رو در لایه انتقال جمع دست بیاریم، من کاری به این رابطه میان اف جی و کای جی رو ندارم، ولی حواستون باشه اینجا ویدیو اشاره میکنم این رابطه رو داشته باشین برای اینکه میخوام یه چیزی رو براتون اثبات کنم که در واقع در حلش راحت باشین در حل مسائل. خب میام در واقع میدونم این رابطه ستاره گذاشتم، میگم دی ان آ به دی زد هم مساوی صفر. این رابطه در واقع دو ستاره میذارم. اما این سراغ اسلاید بعد میام چه کار میکنم؟ میام رابطه در واقع دو ستاره رو در رابطه ستاره جایگذاری میکنم. بود دی ان آ به دی زد مساوی صفر، برطرفی هم ان آ شد منفی دی ای بی در واقع سی توتال تقسیم بر یک به اضافه یک دوم وای آ دی وای آ به دی زد. پس جایگذاری رو انجام بدم میشه دی به دی زد در واقع منفی دی ای بی سی توتال در یک به اضافه یک دوم وای آ در دی وای آ به دی زد مساوی صفر. خب دی ای بی سی توتال مساوی مقدار ثابتیه. چرا؟ چون دی ای بی ثابته، غریزت کل هم ثابته، حاصل ضربش هم مقدار ثابتی میشه، پس از مشتق میاد بیرون تقسیم بر در واقع تقسیم بر این مقدار میکنیم و اینو به این فرم می‌نویسیم دی به دی زد در واقع یک تقسیم بر یک به اضافه یک دوم وای آ دی وای آ به دی زد مساوی صفر. ازش انتگرال بگیریم، از رابطه حالا اینو بذارم سه ستاره، از رابطه سه ستاره در واقع بیام انتگرال بگیرم، پس میشه یک تقسیم بر یک به اضافه یک دوم وای آ در واقع دی وای آ به دی زد مساوی میشه با یه ثابتی به اسم سی یک. چرا؟ چون دوباره از این مشتقات طرفین بگیریم میشه دی به دی زد سی یک مقدار ثابتی میشه صفر، به همین میرسیم. یه بار دیگه از این انتگرال میگیرم، پس میشه دی وای آ به یک به اضافه یک دوم وای آ برابر میشه با سی یک دی زد. پس میتونم بنویسم دو تا ال ان یک به اضافه یک دوم وای آ در واقع از این انتگرال بگیرید این رابطه میشه. حالا دوباره ازش بخواید مشتق بگیرید میشه در واقع یو پریم که میشه یک دوم با دو ساده میشه تقسیم بر یو یک به اضافه یک دوم وای آ چک میکنید برابر میشه با سی یک در واقع سی یک دی زد میشه سی یک زد به اضافه سی دو. پس من میتونم این رو طرفین رو تقسیم بر دو کنم، پس میشه ال ان یک به اضافه در واقع یک دوم رو نیم می‌نویسم نیم تا وای آ برابر میشه با در واقع
C1 دوم رو با C پرایم 1 و C2 دوم رو با C پرایم 2 نشون میدم. میشه C پرایم 1 Z به اضافه C پرایم 2. هیچ تغییری نمیکنه دیگه، عدد ثابت میره داخل ثابت دیگه، از شرایط مرزی مقدارش به دست میاد. اما رابطه من این شد. برای حل این من به 2 تا شرط مرزی نیاز دارم. پس میام در واقع این رابطه رو میذارم رابطه 4 ستاره. اما بریم سراغ اسلاید بعد و نحوه تکمیلش. اما رابطه توزیع غلظت به این فرم، فقط میخوام ثابت ها رو به دست بیارم. 2 تا ثابت دارم، 2 تا شرط مرزی دارم، جایگذاری میکنم به راحتی به دست میارم. ببینید شرایط مرزی که با بایر کاندیشن نشونش میدن. گفتم که در Z مساوی 0 y a برابر میشد با y a 0 و در Z مساوی سیگما y a مساوی میشه با 0. میام جایگذاری میکنم. جایگذاری در واقع در معادله 4 ستاره. میام اول این شرط مرزی رو جایگذاری میکنم. پس میشه ln 1 به اضافه نیم تا y a 0 برابر میشود با C پرایم 1 ضرب در 0 به اضافه C پرایم 2. پس در نتیجه C پرایم 2 من برابر میشه با ln 1 به اضافه در واقع نیم تا y a 0 در واقع غلظت در توده گاز. و دوباره میام این رابطه رو جایگذاری میکنم در معادله 4 ستاره. بوده ln و رابطه 4 ستاره هم بوده ln 1 به اضافه نیم تا y a برابر C پرایم 1 Z به اضافه C پرایم 2. حالا ln 1 به اضافه 0 تا نیم ضرب در 0 که این میشه ln 1، ln 1 مقدارش میشه 0 برابر میشه با C پرایم 1 ضرب در واقع سیگما به اضافه C پرایم 2. پس در نتیجه میتونم بنویسم C پرایم 1 برابر میشه با C پرایم در واقع 2 منفی C پرایم 2 تقسیم بر سیگما که ضخامت لایه انتقال جرم. پس که این رو اگر جایگذاری کنم میشه منفی ln 1 به اضافه نیم تا y a 0 تقسیم بر سیگما. خب به راحتی رو مسئله‌مون حل شد. پس جایگذاری ضوابط در معادله 4 ستاره و به راحتی میتونم رابطه غلظت رو به دست بیارم. پس بوده ln 1 به اضافه نیم تا y a برابر میشه با C پرایم 1 ضرب در Z. C پرایم 1 چیه در واقع؟ بوده منفی ln 1 به اضافه نیم تا y a 0 ضرب در Z تقسیم بر سیگما. واقعا این رو داخل پرانتزم قاطی نشه. ضرب در Z تقسیم بر سیگما به اضافه در واقع همین مقدار ln 1 به اضافه نیم تا y a 0. تمام. رابطه توزیع غلظت همین میشه. حالا اگر خواستید ساده سازی رو انجام بدید در واقع اینجا میتونم از ln 1 به اضافه y a 0 از طرفین فاکتور بگیرم و در واقع فاکتور رو گرفتم ضرب و تقسیم انجام بدید و رابطه رو y a رو به راحتی بر حساب Z به دست بیارید. ولی تا همینجا کافیه. مثلا هر رابطه توزیع غلظت اینه. یعنی من در واقع ببینید گفتم که این Z دیگه. من مثلا اینجا سیگما بود، اینجا Z برابر سیگما، اینجا هم Z برابر با 0. یعنی مثلا تو این نقطه Z بخوام غلظت رو به دست بیارم، میام این Z رو حالا هر چی مثلا Z1 مقدارش رو میذارم، به جای این Z1 مقدارش رو میذارم، به راحتی غلظت در واقع y a یا کسر مولی A در این نقطه به دست میاد یا هر نقطه‌ای که بخوام به دست بیارم. وقتی میگه رابطه توزیع غلظت رو به دست بیارید دقیقاً منظورش همینه و اینا جزء مسائل سهل الممتنعی هستن که خیلی مشکل ایجاد میکنه اگر دچار فهمش نشید و ممکنه که در حل مسئله دچار مشکل بشید. اما مسئله‌مون حل شد و میریم سراغ قسمت ب. قسمت ب در واقع گفته رابطه FG و کای G. ببینید چون سیگما NI مخالف صفر و برابر شد با منفی 1/2 NA،
رابطه انتقال جرم زمانی که مختصات کارتزین دارید شما میتونید از این رابطه استفاده کنید. NA برابر میشه با NA در واقع تقسیم بر سیگما NI DAB C توتال تقسیم بر سیگما که ضخامت لایه انتقال جرم LN در واقع NA تقسیم بر سیگما NI منهای وای آ در 2 NA تقسیم بر سیگما NI منهای وای آ در 1. اگه یادتون باشه DAB C توتال تقسیم بر سیگما رو بهش میگن FG. پس من چی میتونم بنویسم؟ NA برابر میشه با NA تقسیم بر سیگما NI FG LN در واقع NA تقسیم بر سیگما NI منهای وای A2 تقسیم بر در واقع NA تقسیم بر سیگما NI منهای وای A در 1. خب این میشه در واقع محاسبه NA بر حسب FG که شما بر حسب FG بخواید محاسبه کنید از این رابطه استفاده میکنید. پس NA تقسیم بر سیگما NI هم برابر میشه با NA تقسیم بر منفی 1 دوم NA که میشه منفی 2 مقدارش. پس NA بر حسب FG برابر میشه با منفی 2 تا FG LN در واقع منفی 2 منهای وای A2. ببینید غلظت در نقطه 2 اگه یادتون باشه بوده 0 منفی 2 منهای وای A 0 که سازش کنم در واقع میشه منفی 2 تا FG LN منفی 2 تقسیم بر منفی 2 منهای وای A 0. اینو در واقع منفی ضرب میکنیم میشه منفی 2 تا در واقع ببخشید منفی 2 تا FG در LN2 تقسیم بر 2 تا به اضافه وای A 0 که اینو یه معکوسش کنم در واقع یه منفی میاد توی صورتش میشه منفی 2 تا FG LN در واقع 2 تا به اضافه وای A 0 در واقع معکوسش کردم تقسیم بر 2 به توان منفی 1 که منفی 1 در واقع چون تو توان این رابطه است از LN میاد بیرون در این ضرب میشه. پس میتونم بنویسم NA برابر میشه با 2 تا FG در LN 2 به اضافه وای A 0 تقسیم بر 2 که بخوام باز دوباره سازی کنم از 2x فاکتور میگیرم. پس میشه 2 تا FG LN 1 به اضافه نیم تا وای A 0. این شده از این در واقع. اما پس این میشه رابطه NA بر حسب FG که تا اینجا به دستش آوردم. اما این سراغ اسلاید بعد. پس من رابطه NA که بر حسب FG به دست آوردم شد 2 تا FG در LN 1 به اضافه نیم تا وای A 0. اما در واقع NA بر حسب کای C برابر میشه با کای C در C A در نقطه 1 منهای C A در نقطه 2. غلظت A در نقطه 2 برابر با 0. چرا برابر با 0؟ چون که در واقع کلش داره بسیار واکنش هم بسیار سریعه. پس میتونم بنویسم کای C در C A 1 همچنین میتونم بنویسم C A 1 هم میشه وای A 1 در C توتال که حالا واکنش فاز گازه در واقع ببینید من میام فاز گاز رو ایدئال در نظر میگیرم فاز گاز ایدئال در نظر میگیرم. پس برای گاز ایدئال میتونم بنویسم PV برابر nRT در نتیجه N تقسیم بر V برابر میشه با P تقسیم بر RT که در واقع این همون C توتاله. N تقسیم بر V وقتی دارم می‌نویسم همون غلظت کله. چرا؟ چون فشار کل و دمای کل رو اگه در رابطه داشته باشید به جای C توتال شما میتونید جایگذاری کنید P تقسیم بر RT به شرط اینکه فاز گاز رو بتونید ایدئال در نظر بگیرید. پس در نتیجه میتونم بنویسم NA برابر میشه با کای C ضرب در C توتال ضرب در واقع وای A 1. این یه رابطه است. خب NA که از این رابطه به دست میاد با NA که از این رابطه به دست میاد این رابطه 1 این رابطه 2 با هم برابرن. پس رابطه 1 رو برابر 2 قرار میدم. پس میشه 2 تا FG LN 1 به اضافه نیم تا وای A 0 برابر میشه با کای C ضرب در C توتال ضرب در وای A 1. پس در نتیجه میتونم بنویسم FG
تقسیم بره یا کایسی رو حساب پیچی می‌نویسم. پس میتونم بنویسم کایسی برابر میشه با در واقع FG ضرب در 2 تا LN 1 به اضافه نیم تا وای A0 تقسیم بر سی توتال ضرب در وای A در نقطه 1 که وای A در نقطه 1 همون چیه؟ وای A صفره. نقطه 1 هم در نقطه Z برابر با صفر تعریف شد. تا جای وای 1 میتونم بنویسم وای A صفر. این هم میشه از رابطه کایسی و FG که به راحتی به دست آوردم. اما این رابطه‌ای که براتون نوشتم NA برابر N در واقع NA برابر با NA تقسیم بر سیگما NI دی AB و سی توتال LN این مثلا اینو اگر آلفا نشوندم آلفای منهای وای A1 تقسیم آلفای منهای وای A در 2 وای A در 2 منهای وای A در 1. در واقع این رابطه رو شما میتونید از همون رابطه‌ای که NA برابر با JA به اضافه وای A سیگما NI این رابطه رو از این برید به دست بیارید. خیلی راحته و فکر میکنم رابطه 2 نامگذاریش کردن، رابطه 2 ستاره بود. این کار خودتون انجام بدید. فقط کافیه NA رو دارید، NA مقدارش ثابته، پس NA در DZ NA از انتگرال DZ میاد بیرون. دارم راهنمایی میکنم تا به این رابطه برسید و براتون مشخص بشه که NA زمانی که من میام در واقع NA رو در حالت سیگما NI مخالف صفر می‌نویسم چرا رابطه‌اش در واقع میشه به این فرم. به راحتی خودتون میتونید محاسبه کنید. خیلی ویدیو طولانی شد. امیدوارم که تونسته باشم مطالب رو به صورت کامل براتون اثبات کرده باشم و یاد گرفته باشید. در واقع سوالاتتون رو میتونید از طریق سایت fardanisu.com که در واقع آدرسش موجوده از طریق لینک واتساپی که وجود داره با ما در میون بذارید. حتما در اسرع وقت سوالاتون رو پاسخ میدم و منتظر پیشنهادات و انتقادات و نظراتتون هستم. تا ویدیو دیگر خداوند